از شما خیلی خوشم اومده. ازتون خیلی خوشم اومده. آقا خوشم اومده دیگه، یعنی چی نداره که؟ میشه آخه، یعنی چه کاریه؟ آره من شما داشتیم میمدین از اون دور، داشتم نگاهتون میکردم. خب بعد مثلا چقدر پسر خوبی، چقدر پسر متینی، یا مثلا دلم رفت. خیلی خوشم اومده ازت. آره بابا به خدا. چقدر ناز ادا داری پسر، با این همه ناز، پسر با این همه ناز داری یه گونی جهاز مرض داری عقده داری آقا یه دقیقه بیا بالا بشین، اینجوری زشته. نه با این چه حرفیه؟ برای چی برای که شما بگیرم این همه؟ نه باورست. دوست دختر که نداری؟ حالا نه به اون صورت. به چه صورت؟ همه دوست. ببین من اصلا خوشم نمیاد دوست پسرم دوستای اجتماعی زیاد داشته باشه. نه خیلی دوستای اجتماعی ندارم. اونجوری هم که فکر می‌کنی نیست. حال دوست دختر پس چجوریه؟ به خاطر من بذارش کنار. مگه بعده؟ خب مگه بعده؟ یه ویژگیه. آره آفرین. ولی خدایی چرا؟ خب من چه باشم دختر ببین میدونی چه؟ من گفتم پسر مظلوم معصوم خوشم میاد. پسر مظلوم برای خوشم میاد که مثلا اون حس حمایت رو. پدرم چند کارخونه داره. خب بعد اینکه دیگه من از پول پدر استفاده میکنم دیگه. و پدرم یه چیزی هم بهم گفته که ببین تو فقط به من بگو از کدوم پسر خوشت میاد، تمام کارخونه های من مال اون پسر. مدیریتشو بده بعد جلو دوست داری؟ خوب جلو دوست داری؟ بابات هم جلو دوست داره. خوب جلو دوست دارین به خدا. حالا یه ذره پشت بشین ببین هوای پشت چجوری. آره اتفاقا ببین چون برای من آدم مهمی هستی میدونی خدایش میگم مثلا من چرا اسکلم کورم که یه پسری که سر زور داره تو خیابون یا راه میره مثلا همینجوری برخوش مثلا اسکلم بگم تو خدا هست خونه است. حالا میگم من یعنی به خاطر خودت ازت خوشم اومده. ولی بی ام و تو ندیدم که بگم مثلا آقا بی ام و بیا بریم پیش بابام یه نظر من بگم بابا نامزدمه میذارم تو عمل. حالا آخه من چیه مثلا ممکنه ببرمت بابام خوشش نیاد. باباتون میخواد منو بگیرن؟ نه دیگه بخیر پدرم رضایت پدر شرطه دیگه. شما این باید آره پدرم گفته